اونجا کارمندان میلیتسیا قاپیدان داشتن بودن ناگهانی هم یک تا دمیجم زدن بعد یک دو تعقیب زدن کجا بودن در ماشین را بار کردن اونجا داشتنامه قبیه کردن فلان میکنیم بسمندون میکنیم گفته خیلی بعد بودن عدل خیلی بیانات گرفتن همون نایسنویس کردن چی کردن که برای چی اومدن چی با اومدن چی کار باید میکنن چی با یوراسیون کردن چی با اجراسیون کردن خیلی سوال نکنن خیلی بعد چی شدن گرفتن چی بودن انالیز اسپریچه 15 کورپس قرابولا اونجا بودن اسپریتزا که گفتن 34 سومان میشه باید 34 سومان بسپریم ما گفتم یگان سونام اسپرم و چی رد کردم و گرفتن سودی نویا اسمولی سومونی آوردن اونجا چیکارن سودی نویا اسمولی سومونی آوردن حکم رو چرا پرونده را شده اعلام کردن گفتن ادوکات دوما گفتم دقیق وقت چه ادوکات خرج کنیم گفتن روز یک دیر شده پرونده چی میکنه به ادوکات میگذارن خیلی گرفتن شب شده آوردن ها حکم برو چی اول چی ما خواندم بعد برو آوردن یا برند اکانت ایستادم دو شهید آوردن با قطر شهید در آوردن شهید چیشون گفتن که ما مثلا ام خیام یا چی من رئیس محله یا چی گفتم اونجا ازدایی میکنم ام خیلی چند شهید دو شهید بعد وایو خشیشتم مرا خزوندن گفتن 7 شبانه روز چی میگن حبس میشینی خیلی بعد اونجا گرفتن روز بودن همون دیدگاه باید بازداشتگاه از دیشب تا امروز کجا بودی؟ تا ساعتی تقریبا 10 یا 11 در همون جا بودم اونجا بعد قطعی هم کارمندای که انگلیسی قطعی بودن هوای قطعی بعد نمی اومدیم شهر دا چیکاریم پیشی نویای سودی اسم چی شهری رفتیم بود چیکاریم این مسائل که همین چی را بازودی حال کنیم پسرک تنش کنیم گذاریم بریم همین شکایت کاساسیونی نوشته بودی با سود خود با سود دوشنبه آیا گفتن که یک شکایت نوشتگی با سود کاساسیونی که گویا تو را مثلا نوزاد کنند و با جای همین حبس جریمه سپردی هم خیلی شکایت نوشته ما اول همین حبس حفوظه رد کرده بودم گفتم من اصلا قبول ندارم خیلی اونجا چین را نوشتگیان بعد کارمنده میلیسی آمدن گفتن خیلی هم خیلی چوره نگرد برای جواب دادن هم پرابلم آمده کانتر شد خیلی شکایت نیست که خیلی ای حبس بگیرن خیلی همین عرضه را نرسوندیم بعد 320 تومان جریمه کردن جواب 320 تومان کی سپاری؟ نمیدونم من گفتم خیلی بگو اما یک جان شد